پیشنهاد خوب دارم. اگر یوز با عقل کند پس آنها نمیمیرند. قماندان، وضعیت بد است. به فکرم اون به شرف ابله باز زنگ میزند. امیدوارم که تو هم در اینجا هستی، چون که من شخصا تو رو کشتن میخواهم. بهترش اعتراف کن که به دست افتاده یوز. خاطر نشو، من به تو یک پیشنهاد خوب دارم. چی میخواهی؟ اگر تسلیم شوید شما را زنده میگذارم. هیچگاه تسلیم نمیشویم. تکرار میکنم یوز، سلاحتون را پرتافته تسلیم شوید. من هم تکرار میکنم، ما هیچگاه تسلیم نمیشویم. اختیار داری یوز. من قماندانت را به نزد آوردن میخواستم. اقلا باری آخری دیگر رو میدیدید خیلی خوب میشد، اما مشکل نیست. در یک جا جمع کردن سربازان و کشتن آنها برایم شرف است. سر کنید. قماندان، آنها نهایت زیادند. برآمدن تماما غیر امکان است. دیر یا زود از اینجا میبرایم بچه ها، چیزی که نشود. خوب روید. قماندان، از دور صدای تیر می آید. من میدونم او کیست. خیالی به کمکتان نآید. قماندان، این همان دیوانه نیست مگر؟ خودش، اما حاضر او با عقل تر است. دریا، ایلم چیکار کردی؟ از کشف‌دهندگان خبر گرفتی؟ متاسفانه خبرها بدند. چی واقع شد؟ وی به دام افتاد. تا آمدن من او را دستگیر کردند و نهایت کشتند. تو چی؟ خوب هستی؟ من خوب هستم. متاسفانه او را نجات دادن نتوانستم. پیش از مرگش گفت که تمامی گروه های تروریستی متحد شدند. کدام یک نام را به زبان آورد. شاید رمزی عملیاتشان باشد. نمیدونم، هر چیزی که فهمیدم به کشفان گفتم. باید با یک آدم بخورم. تمام. با دقت باشید. برار میخواهم. تشکر. خوجاین، زنگ تلفن. یوز قرصوگا میزنه. ما را به آسانی شناخته نمی شود. یوز، جسد آدمانت رو تماشا دارم. خواستم تو رو آگاه کنم. دشمن پرقدرت بوده یوز. اشتباه میکنی. من سرباز پرقدرتم، نه اینکه دشمنی تو تروریست هستی. تو هم با مثل همان آدمانت زر خریدی بیش نیستی. من به جای تو می بودم چنان نمی گفتم یوز، چون که قماندانت تا حال در دست من است. با یک فرمانم او را می تواند پاره پاره کنند. هیچگاه چونی نمی شود. تا آنی که این دست زنده است قماندانی ما نمی میرد. تا قماندان ما را رها نکنیم یگان نفری ما نمی میرد. به فکرم فهمیدی که جای گیر شوی لیندا را من به تو گفتم. اگر من خواهم تو هم لیندا را میکشی و هم درگان را. شما به آخر راهتان رسیدید. هیچ گم نه. بهوده اینقدر وقتتان را از دست دادید. قماندان هم به زودی میمیرد. یوز، بهوده سرسون میشوید. او را گوش نکن یوز، خواهشش را اجرا نکن، وگرنه به شما دعا نمیدهم. من آماده ام که شهید شوم یوز.
ولی خواهش این رزیلان را اجرا نکن. او را گوش نکن. از درد زیاد چه گفتنشان نمیداند. برای قماندانی مرا شکنجه دادنتون جواب میگوید. من حالا تو را 10 چند عذاب خواهم داد. یوز درگان را به نزد من آر. چی گپ است قماندان؟ چی میگوید؟ آماده شوید، برمیگردیم. در سیتاد گپ میزنیم. خوب شده است قماندان. از ماشین آنها استفاده میکنیم. ماشین ما دیگر به کار نمی آید. البته به این هم آنها دیگر اعتراض کرده نمیتوانند. خیالی آفرین به تو. برکه یابی. سلامت باشید. با کجا میروی؟ با استخانه قماندان. تو هم همراه ما بشین، ما تو رو میبریم.